تو این ویدیو میخوایم در مورد انواع سیم کشی های آیفون یا همون در بازکن ها صحبت کنیم. طراحی سیم کشی آیفون با توجه به نوع برند آیفونی که میخواید استفاده کنید متفاوته. 3 روش کلی برای سیم کشی آیفون ها داریم که اینجا میخوایم تک تک بهشون بپردازیم. روش اول سیم کشی موازیه که از پنل یه دونه کابل میره داخل جعبه تقسیم و از اونجا یک کابل با رشته های بالا واحد به واحد به همین نحو تقسیم میشه. از مزایای این روش اینه که سیم کشیمون خیلی کم میشه و مقرون به صرفه است، ولی عیبش اینه که هر واحد سیمش از یه واحد دیگه رد میشه و ارزیابیش خیلی سخت میشه. فرمول محاسبه تعداد رشته هم اینه که 4 رشته رو شما به عنوان سیم اصلی انتخاب میکنید به علاوه تعداد زنگ، حالا یه تعداد سیم هم به عنوان زاپاس انتخاب میکنید. روش دوم به نام سیم کشی خط به خط یا ردیف مشترکه که یک رشته کابل به عنوان مشترک در هر ردیف ساختمون مورد استفاده قرار میگیره و به جعبه تقسیم میره و به کمک سویچر به پنل دم درب میره. در مورد سویچر هم اینو بهتون بگم که تفکیک کننده زنگه و معمولا 7 وات به بالا از سویچر استفاده میشه. بهترین راهنما برای شما کاتالوگ نصب خود مارکه که میخواید استفاده کنید. روش سوم سیم کشی مستقله که از جعبه تقسیم به هر واحد یک کابل جداگونه میره. این روش کیفیت بالاتری نسبت به سایر روش ها داره، ولی مصرف سیم کشیش درست بالا میره ولی مناسب اکثر برند هاست و راحت هم ارزیابی میشه. به نظر شما کدوم یک از این روش ها مناسبه؟ نظری تجربه اگه داری برامون کامنت کنید.